با یکی شما سلام و درودی به پایان همدیران عزیز و ارجمند. امروز ما چند از اندیشه های آدمان سن و سالی گوناگون را یعنی از 19 تا 92 ساله را پیشکش شما می‌گردانیم. هر کدام آنها از دیده و شنیده ها برداشت دارند که در آنها افکار عجیب دایر به حقیقت زندگی، عشق و محبت و دیگر پهلوهای حیات بیان گردیده است. شاید شما نیز یگان افکار تازه خود را به این گفته ها اضافه کرده می‌خواهید و اگر ها می توانید که در شرح این نوار آن را منظور کرده باشید. بیایید سرآغاز با افکار این افراد آشنا می‌گردیم. من فهمیدم که اگر در عالم مشکلی نباشد پس امکانات نیز وجود ندارند. 19 ساله. من فهمیدم که نوابسته از رنگ پوست و سن سال ما همیشه به یک مقدار معین محبت احتیاج داریم. 37 ساله. من فهمیدم که ایجادکاری، ثباتکاری و صداقت و محبت صمیمی را از کودکان باید آموخت. 37 ساله. مهم آن نیست که دیگران درباره من چی اندیشه دارند، بلکه مهم آن است که من درباره خود چی اندیشه دارم. 38 ساله. من فهمیدم که همه موفقیت و دستاوردهای بزرگ زمان دست نارس می‌گردند. 47 ساله. من فهمیدم که اگر چیزی بهترینت را به حیات قربان نکنی پس از حیات چیزی بهترین را امیدوار شدن نشاید. 51 ساله. من فهمیدم که کارهای خرد را با عقل و کارهای بزرگ را با قلب باید حل کرد. 52 ساله. من فهمیدم که خوشبختی این مثل بوی عطر است. اگر خود آن را نداشته باشی آن را به کسی داده نمیتوانی. 59 ساله. من فهمیدم که اکثر آن چیزهایی که من زیاد میترسیدم همینطور هرگز رخ ندادند. 64 ساله. من فهمیدم که معلومات، تجربه و یادداشت این سه چیزی است که کسی آنها را از تو گرفتن نمیتواند. 67 ساله. من فهمیدم که برای با آدمان مهربان بودن پول زیاد داشتن لازم نیست. 68 ساله. من فهمیدم که خوشبخت زیستن این مثل نواختن غیجک است. آن را همه روزه به کار بردن لازم است. 70 ساله. من فهمیدم که بزرگترین خوشحالی در عالم این دوست داشتن و دلخواه و پسندیده بودن است. 78 ساله. من فهمیدم که همیشه و در همه گونه وضعیت باید به وعده وفا کرد. 81 ساله. من فهمیدم که اگر به نفری تبسم کنی پس همیشه او نیز در جواب به تو تبسم میکند. 81 ساله. من فهمیدم که هرگز اقتدار و نیروی انسانی را نباید نادیده گرفت. این بود اندیشه های آن نفران و اگر شما نیز اندیشه دارید می توانید با ذکر سن و سال فکر خود را در شرح نوار منظور کرده باشید. سلامت و سربلند و خانه آباد باشید هموطنان عزیز.